امام‌الدین سربازی که صحتی خود را عنوان خدمت حربی از دست داد در مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان در تاجیکستان جراحی تبدیلی گرده شد. در دوام یک ماه تیاری پیش از جراحی کردیم. امروز خوشبختانه با بیمار جراحی پیوندسازی خشتواری گرده گذرانده شد. بیمار میتواند از بگاه با خوردن خوراک آغاز نماید و از پگاه با ما بیمار رو خیزنده میتونیم گردد. امام‌الدین خولف ساکن دهه هایت ناحیه رشت ماه مای سال 2015 به خاطر طبابت گرده‌های بیمارش به پایتخت آمد، اما کارمندان کمیساریات حربی او را دستگیر کرده به ارتش بردند. خدمت او در قسم نظامی در خاروق 12 روز ادامه کرد و بعد خروج بیماری گرده‌هایش او را از ارتش جواب دادند. همین طور هر دو گرده او از کار ماندند و امام‌الدین با دیالیز زنده مانده بود، چیزی که نقش گرده را اجرا می‌کند. نجف ما شوی و مادر 60 ساله امام‌الدین راضی شد تا یکی از گرده‌هایش را به پسرش بدهد. برای انجام عمل جراحی 48,000 سومانی ضرور بود و خانواده‌اش این مقدار مبلغ را با یاری برخی از افراد خیرخواه و دوستان و نزدیکان جمع آوردند. نصرت الله سلیمزاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان نیز گفته بود که برای انجام این جراحی 20,000 سومانی خواهد داد. امام‌الدین فعلا خود را خوب حس می کند و از نفرانی که به او برای عمل جراحیش کمک کردند منتدار است. جراحی حالم خوب نبود. حاضر شکر خدا جراحی کردم. رحمت به همین دخترها. خدا را شکر حالم بهتر است. دادگاه حربی شهر دوشنبه در ماه مارس سال روان 4 کارمند کمیساریات حربی ناحیه سینای پایتخت را برای خنک نظری در اجرای مسئولیت از 7 تا 10,000 سومانی جریمه کرد.